هی رفقا چطورید؟ من امیرم و توی این ویدیو میخوام بهتون بزرگترین اشتباه زندگیمو بگم که هم خیلی خنده داره هم خیلی گریه داره. شما هم اگه از داستانم خوشتون اومد حتما کانال منو سابسکرایب کنید. بذارید از اینجا شروع کنم. من دبیرستانی بودم و زیست شناسیم خیلی خوب بود، ادبیاتم خیلی خوب بود، طوری که المپیاد ادبیات شرکت کردم. تو زمینه هنر فعالیت داشتم، یعنی موسیقی کار می‌کردم، ویولون می‌زدم، آواز کار می‌کردم، دنبال تئاتر و بازیگری بودم. همه اینا به کنار و از ریاضی متنفر بودم. فهمی؟ متنفر. و ریاضی افتضاح بود، افتضاح. موقع انتخاب واحد شد و من یک عالمه انتخاب داشتم، چون معدلم خیلی بالا شده بود و میتونستم هر رشته دلم بخواد رو انتخاب کنم. از طرفی معلم زیست شناسیمون والدینمو دعوت کرده بود مدرسه و بهشون گفته بود این پسر ذاتاً زیست شناسیش خوبه، هر کاری میکنید فقط این پسر بره رشته تجربی. حالا من چی بگم خوبه؟ نه بابا، زیست شناسی کنکورش خیلی سخته، میدونی چقدر داوطلب داره، چرا برم تجربی؟ این حماقت اول. از اون طرف خانوادم، خصوصا پدرم، چون میدونست من علاقه زیادی به هنر دارم، گفت پسرم بیا برو هنرستان رو بخون، بعد برای دانشگاه هر گرایشی که دوست داشتی انتخاب کن، برو سمت موسیقی، برو سمت بازیگری. حالا من چی گفته باشم خوبه؟ نه بابا، هنر بازار کار نداره، برم مثلا هنر بخونم بعداً بشم چی الاف بشم، برم تو تئاتر شهر و این برام موامو بلند کنم، مثلا هنرمندا رو درارم، چه درد می‌کنه. واقعا یعنی اصلا آدم ابلهی بودم. خلاصه از اون ور دوستام کلاسیام چون می‌دیدم من خیلی ادبیاتم خوبه، حتی بهم میگفتن بیا برو انسانی. چرا؟ به خاطر اینکه من سر کلاس‌های ادبیات تعریف از خود نمی‌کنم، پا به پای معلم ادبیات شعرها رو تفسیر می‌کردم، خودم شعر میگفتم اون زمان. حالا شعرام نمونه‌هاش هست بعداً براتون میذارم. خلاصه آره، گفتن بابا حداقل بیا برو انسانی. حالا من برم انسانی چی بشه؟ تهش میشم یه معلم ادبیات دیگه، برم بیام هر روز دوباره توی مدرسه خراب شده برم به بچه‌ها درس بدم. ولم می‌کنید بابا. این شد که مثل یک احمق به تمام معنا، مثل گاو رفتم رشته ریاضی. به کسایی که میرن ریاضی بر نخوره، ریاضی برای من مناسب نبود، چون ریاضی افتضاح بود. البته ناگفته نمونه، یکی از دلایلش هم این بود که همه رفیقام هم رفته بودن ریاضی. و جالب قضیه اینجاست، به جز یکی دو نفر تو اکیپمون، ما اکیپمون خیلی زیاد بود، 10-15 نفر بودیم، کلا شاید 2 نفر ریاضیشون خوب بود، همه مثل من بودن، افتضاح. یعنی سر امتحانات دیگه نمیدونستیم باید چیکار کنیم. هیچ آقا، ما رفتیم رشته ریاضی و اونورم رفتیم کنکور دادیم، دانشگاه مهندسی صنایع قبول شدیم. بابا اینم همش ریاضیه، من همون دبیرستان رو با بدبختی ریاضیاشو پاس کرده بودم. هیچی دیگه، دوباره مثل گاو پا شدم رفتم دانشگاه و خلاصه چند سال دانشگاه رو اونجا واقعا با مشقت و سختی بسیار زیاد سر کردم و در نهایت لیسانس 20 ساب موندم و گرفتم. و الان واقعا من برای خودمم این الان سوال شده که آیا داستان من خنده‌دار بود یا گریه‌دار و احمقانه؟ اینو شما تو کامنت ها برام بنویسید و اگه از داستان من خوشتون اومد کانالو سابسکرایب کنید، لایک هم یادتون نره. پیس.